ورزشگاه مرکزی جمهوری وارد می‌گردند. هر دو دسته آماده هستند چمپیونات مختلف اروپایی نظر بندازیم. آغاز موسم همیشه چنین است که دسته ها در گل زدن، در سرعت خوب نشان دادن و این البته بعد از تا دور پنجم که کدام دسته ها برای زینای بالای مبارزه می‌برند و کدام دسته ها پیشنهاد کرده شد دوستان ارجمند این هیئت ذخیروی مساوی جمع بست کردید. خب نصرالله کبیروف داور بازی امروزه او صداوشک خود را بالا می‌گرداند و بیاید همه بازیگرانی که در میدان هستند. هجوم نوبتی دسته روشن توسط کنار اینجا حرکت میکند. دیانوال اولاولووا امکانیت برای ضربه زنی پیدا میکند ولی اینجا توپ را میگیرد شریدین بابایف. پاسیو باقی ارسال به طرف جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی اکنون پیدا میشود. همین حالت را ما در نظر داشتیم. از پاسیو با کنار و توسط کنار چپ هجوم بازیگران دسته روشن را متوجه گشتن میتوانیم. امکانیت است و مازو کوشش خواهد کرد برای ضربه زنی. ضربه به طرف دروازه و گل. نه گل نیست چون که توپ از پهلوی دروازه از میدان بیرون شد. از نیگل کنار جریان میگیرد. پرتاب به داخل جریمه گاه کوشش میکند برای ضربه زنی ایانواله. او ضربه هم زد ولی ضربه اش را دروازه‌بان برطرف کرد. هجوم نوبتی از ازبک هیتوف نزدیک به جریمه گاه میگردد. پاسیو با کنار از اینجا ارسال به داخل جریمه گاه. ضربه و بهترین فرصت پیدا شد برای شریدین بابایف. پرتاب به داخل جریمه گاه امکانیت برای ضربه زنی وجود دارد. ضربه و دروازه‌بان در موقع درست قرار داشت. ضربه به طرف دروازه امکانیت است. اینجا پرتاب با داخل جریمه گاه ضربه زده می شود. اکنون فرصت آن فرا رسیده است و بازیگران البته از علی ذخیروی به میدان آیند. اسخط تقیم به پای رقیب ضربه زد ولی در دست نصرالله کبیروف کارت سرخ است. او به نزد بازیگر می رود که قاعده بازی را ویران کرد. یعنی رقابت فوتبالبازان دسته اسخط در میدان کمتر خواند بود. دروازه خالی ماند. کمتر اولی آمدن به لیگ اولی. امکانیت نوبتی امیرجان سفر فرصت بسیار خوب. ضربه و دروازه‌بان در داخل هفتم از پنالتی و بعدا در آخری رقابت امکانیت برای ضربه زنی به وجود نآمد اما عین زمان هست چون این فرصت. ضربه و توپ پاسیو باقی ارسال به داخل جریمه گاه کوشش خوب. این وضعیت میتوان گفت که کارش بد نبود اصلا در دست مذکور چون که بازی خوب رو دست نشان میداد. امکانیت بهترین برای زدن گل پیدا می شود. ضربه و گل. آفساید گفته می شود دوستان عزیز. موقع رو خیلی درست اشغال کرد. خب با نصرالله کبیروف و او با گل او با مرکز میدان اشاره میکنند دوستان عزیز. یعنی این گل است و گل زده اسدبک مختوموف. متوجه میگردیم بار دیگر به این فرصت و بله میبینیم که چگونه موقع پرتاب با داخل جریمه گاه خیلی خوب رسانیده شد. امکانیت نوبتی و خوب پاس امکانیت برای ضربه زنی اسماعیل انتوی. امکانیت نوبتی پیدا می شود. باز مختوموف با توپ ضربه میزند و جورایف همچون دروازه‌بان نوشته شده است. پرتاب به داخل جریمه گاه. خب و همین طریق داور صداوشکش را بالا میگرداند. دسته اسخط در این بازی فوتبالبازان شهرکلا با باخت روبرو گردیدند. این بازی را با شما من گلروز پدرام رضا تماشا کردم. تا بازی نوبتی خیر و خوش میکنیم.